یه خبر دارم برات حاج سیف‌الدین. رفت، حامدم رفت، پرید. تو رو سید الشهدا نگو قسمت، خواست خدا، صبر جمیل، امتحان الهی. گفتم تسلیمم. همه رو از برم، خودت یادم داری. یه عمر دارم میگم الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. یه عمر اینا رو شنیدم، یه عمر اینا رو میگم، به خودم، به همه. یه کردم میفهمم، میدونم میشه، تا وقتی که حامدم رفت تازه فهمیدم غلط کردم. نفهمیدم نمیشه. چرا من که عمری بندگی تو کردم، من که قدم از قدم بر نداشتم مگر اینکه حواسم به تو بود. هر چی گفتی شنیدم، هر راهی نشون دادی رفتم. یک عمر نوکری در خونه آدمایی رو کردم که اسمش عرش تو تکون میده. چی شد حالا؟ با من از علی اکبر و حسین حرف نزن. من حسینم، من فقط یه پدرم. من یه پدرم. هر نفسی که کشیدم به اذن تو بود، هر کاری کردم به نام تو بود. مگه من چی خواستم ازت؟ کی دستمو دراز کردم به روزی؟ کی تو قنوتم از خودم چیزی خواستم؟ کی بیشتر از اون چیزی که به من دادی ازت خواستم؟ من فهمیدم، تازه داشتم میفهمیدم، داشتم بو میکشیدم که تو سفره رو جمع کردی. آجی نگو، حرف نزن آجی. از من ایمانت بیشتر قبول. به والله اگر این بلا سر خودت اومد کمرت پیش کن زیر این همه بار. ای کاش زودتر از تو میرفتم که بفهمی مرگ اولاد یعنی چی. امتحان الهی. امتحان الهی.
آخه تو که میدونستی من طاقتشو ندارم، چرا اینجوری امتحانم کردی؟ با مالم، با زندگیم، با خونم، با عمرم، با جونم امتحانم میکردی. آخه با حامدم امتحانم میکنی. بالا غیرتن با کامرام این کارو نکن که خیلی سخته. نکن که خیلی سخته. خدا شکایت تو رو پیش کی ببرم؟ دست به دامن کی بشم؟ تو حکیمی، تو رحیمی، تو همه چی هستی ولی با من خوب تا نکردی. آخه چی بگم؟ به کی قسمت بدم؟ اسم کیو میارم که اسمش اسم کیو میارم که عرش تو بلند. تو رو به حسین قسم، تو رو به فاطمه قسم میدم ندار صبح ببینم، ندار صبح ببینم. ندار صبح ببینم. اذانه. جای دیگه ای نمیتونستم برم. حرف منو فقط آقا میفهمه. حامدم فرصت نکرد یه دل سیر باید حرف بزنه. شرم پدر و پسری بیشتر میسوزند. چرا ما؟ سال هر نفسمه. نفسم بالا نمیاد، دستم خالیه. میترسم از روز بعد حامد، میترسم. کاش من رفته بودم.
کاش از اون امروز رو نمیشنیدم. منو ببر پیش حامد، نماز اونجا بخون. مگه نرفتی؟